روز 25 فوریه 1970 گالری تیت لندن یه جعبه پستی به اسم مارک روتکو دریافت میکنه. وقتی بازش میکنن 9 تا از نقاشیاش رو توش پیدا میکنن با یه پیام که این نقاشی‌ها رو چجوری باید به نمایش بذارن. قیمت تخمینی یکی از تابلوهای رودگو توی اون زمان به $500,000 میرسیده. پس با خودشون فکر کردن که چه دونیت سخاوتمندانه‌ای. اما چند ساعت بعد وقتی داشتن تصمیم میگرفتن کدوم یکی از اتاقا رو به این کارا اختصاص بدن، توی خیابون 69 شرقی منهتن جسد مارک روتکو پیدا میشه. این نقاش 66 ساله همون روز به زندگی خودش پایان داده بود. خون ریخته شده روی پنل‌های قهوه‌ای رنگ زمین به ابعاد 2 در 3 متر کاملا شبیه یکی از نقاشیاش بود و روتکو دقیقاً وسطش دراز کشیده بود. تصویری که اون روز از روتکو موند خیلی طعنه‌آمیز بود. این هنرمند در آخر توسط یکی از نقاشی‌های خودش بلعیده شد. امروز قرار راجع به مارک روتکو صحبت کنیم. مارک روتکو با اسم اصلی مارکوس روتکوویتس توی 25 سپتامبر 1903 توی دوینسک روسیه متولد شد. خانواده روتکوویتس چپگرا، روشنفکر و آتئیست بودن و خود مارکوس هم تا آخر عمرش به این باورها پایبند موند. این خانواده یهودی بودن. توی 1913 وقتی که مارکوس 10 سالش بوده، به خاطر آزار و اذیت‌های ضد یهودی توی روسیه و همینطور هم خدمت سربازی اجباری، این خانواده تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن به آمریکا بدون اینکه انگلیسی بلد باشن و اینم باعث شدش که از همون اول ارتباط گرفتن واسه مارکوس با بقیه بچه‌ها یکم سخت باشه و همیشه یه جورایی حس کنه که آوتسایدره. اما فشار مهاجرت اونجا ضربه آخر رو میزنه که پدر مارکوس چند ماه بعد از اینکه رسیدن به آمریکا جونش از دست میده. اما مارکوس همیشه دانش آموز خوبی باقی میمونه. تو 1921 موفق میشه که از دانشگاه ییل بورسیه بگیره، اما خب اونجام دقیقاً باهاش مثل یه غریبه برخورد میشه و به خاطر یهودی بودنش بازم برچسب تعلق نداشتن روش گذاشته میشه. اینا باعث میشه که بعد 2 سال مارکوس تصمیم بگیره که دانشگاه رو ترک کنه و بره نیویورک با رویای اینکه بتونه یه هنرمند موفق بشه. مارکوس توی نیویورک توی کلاس‌های مارکس وبر شرکت میکنه و بالاخره یه جامعه‌ای رو پیدا میکنه که حتی شده یکم بهش حس تعلق داشتن رو بدن. دوستایی که پیدا کرد همشون از هنر حرف میزدن و دنبال تجربه چیزای جدید بودن. از جمله بارنت نیومن، جکسون پولاک، آدولف گاتلیب، رابرت مادرول و کلیفورد استیل. و این اکیپ دقیقاً قرار بود ستونای اصلی یه جنبشی بشن که نیویورک رو به مرکز هنر مدرن جهان تبدیل میکنه و اونم اکسپرسیونیسم انتزاعیه. اما روتکو واقعاً حالش از این اسم به هم میخورد. حالا یکم جلوتر بهتون میگم چرا. این جریان بعد از جنگ جهانی دوم توی نیویورک شکل گرفت و 2 تا شاخه اصلی داشتش. اولیش نقاشی اکشن بوده که تاکیدش روی حرکت فیزیکی بدن نقاش بوده و میدونی اون نتیجه نهایی که نقاشی بوده مهم نبوده و پروسش بیشتر اهمیت داشته. دومیش هم رنگ میدانه که سطوح بزرگ ساده شده رنگ یه فضای آروم ظاهری رو نشون میده که زیرش یه تنش عاطفی شدیدی پنهونه. این هنرمندا اعتقاد داشتن که سبک نقاشی فیگوراتیو و رئالیسم اجتماعی دیگه شکست خورده و دیگه قادر به این نیستش که عمق فاجعه‌های بشری که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومده بود نشون بده. دنبال یه زبون جدید بودن که علاوه بر انتزاعی بودن پر از معنی هم باشه و صرفا فرم برای فرم نباشه. حالا اینجا یه پرانتز بکنیم. کلمه ابسترکت یا انتزاعی معنیش میشه یه چیزی که از اون واقعیت قابل لمس و قابل دیدن جدا شده. یه نقاشی فیگوراتیو یا رئالیستی داره یه چیزی رو رپرزنت میکنه، داره ارائهش میده و میدونی یه چیز قابل شناسایی رو میکشه. مثلا یه پورتره، یه منظره، یه ساختمون و وقتی که نگاش میکنی اینجوری که خب این یه درخته. اما توی یه نقاشی انتزاعی توش شیء قابل تشخیصی وجود نداره. مثلا خود همین نقاشی‌های روتکو تو وقتی میبینیش نمیتونی بگی که این یه کوهه یا یه درخته. فقط رنگ و یه فرم که توی یه فضا قرار گرفته. کلمه بعدی اکسپرسیونیسم، اون بخش ایسم که از مکتب و اینا میاد. اکسپرشن هم میشه بیان یه حس درونی. پس یعنی یه مکتب یا یه جریان هنری که به جای اینکه بیاد دنیای بیرون رو اونجوری که هست نشون بده، مثل امپرسیونیسم که میومد اون لحظه رو دقیق ثبت میکرد،
کرد، میخواد حال درونی و احساسی هنرمند رو نشون بده، حتی اگه معنیش این باشه که واقعیتی که وجود داره تحریف میشه. اینجا اگه بخوام یه کوچولو بیشتر توضیح بدم، توی رئالیسم سابجکتی که وجود داره همون طوری که هست دقیقاً کشیده میشه. یعنی مثلا شکل برگا و رنگ تنه نمیدونم درخت و اینا همشون دقیق اجرا میشن. توی امپرسیونیسم این واقعیت یه کوچولو حالا به این که واقعی نباشه نزدیکتر میشه. یعنی میدونی درخت و اون منظره اونجوری که چشت داره میبینه کشیده میشه، هنوز قابل تشخیص هست اما دقیق نیست، مثل کارایمونه. اکسپرسیونیسم اما اون وقتیه که تو یه احساس مثلا بدی داری به یه درختی نگاه میکنی و اون درخت رو کج و کله میکشی، رنگاشو خیلی تاریک‌تر میکنی واسه اینکه حالا اون حس درونی خودت رو نشون بدی. پس اون واقعیت بیرونی، اون درختی که بوده تغییر کرده تا احساسات درونی کسی که داره میکشه رو نشون بده. نمونه معروفش هم نقاشی جیغ اثر ادوارد مونکه. مورد سومم اصطلاح فرم برای فرم. این اصطلاح یه روی کرده توی هنر مدرن، یعنی اینکه هنرمند تمرکزش روی خود عناصر بصری باشه، همون فرم و شکل و خط و اینا، بدون اینکه دنبال انتقال یه پیامی، یه معنی یا یه چیزی پشتش باشه. مثلا یه هنرمندی میاد میگه من این دایره آبی رو گذاشتم کنار این مثلث قرمز چون از لحاظ جلوه بصری یه چیز زیبایی رو داشت ایجاد میکرد. این یعنی این فرمه صرفاً واسه خود فرمه و این چیز بصری وسیله واسه رسوندن یه حرف نیست. پرانتز بسته. خط فکری و اتفاقایی که تو اون دوره افتاد باعث شد که این اکیپ بفهمن که الان به یه زبان جدیدی نیازه واسه اینکه آرتیستا و هنرمندا بتونن حرفاشون رو صرفاً از طریق هنر انتقال بدن و اون روش‌های قدیمی دیگه جواب نمیده. اولیش هم شکست نقاشی فیگوراتیو و رئالیسم اجتماعی بود. قبل از جنگ جهانی دوم خیلی از خود همین هنرمندا از جمله روتکو تحت تاثیر جریان رئالیسم اجتماعی و نقاشی فیگوراتیو بودن. یعنی نقاشی‌هایی که صحنه‌های واقعی از زندگی قشر کارگر، فقر دوران رکود و مسائل اجتماعی اون دوران رو نشون میداد. خود روتکو هم اوایل کارش این نقاشی‌ها رو می‌کشید، مثلا صحنه‌های مترو، صحنه‌های خونگی و اینجور چیزا. مورد دوم جنگ جهانی دوم و هولوکاست بوده. اتفاقایی که تو جنگ افتاد یه شوک خیلی بزرگ برای هنرمندای غربی بود. خیلی از این نقاشا این سوال از خودش میپرسیدن که چطور میشه بعد آشویتس یه صحنه واقع‌گرایانه از یه خانم تو آشپزخونه یا یه کارگر تو کارخونه رو بکشیم و فکر کنیم که این داره عمق فاجعه بشری رو نشون میده. احساس میکردن که نقاشی‌های فیگوراتیو خیلی سطحیه واسه نشون دادن تراژدی‌های بزرگ. اما خب ساختن یه زبان جدید که بخواد کاربردی هم باشه کار خیلی راحتی نیست. پس این اکیپ رفتن سراغ فرمای انتزاعی و یه جورایی به عنوان حروف این زبان انتخابش کردن. اما انتزاع خنثی و تزئینی نه، بلکه انتزاعی که اینا توی سرشون داشتن یه چیزی بود که بتونه اسطوره‌های یونانی و احساسات بنیادی بشری مثل ترس و تراژدی و مرگ و اینا رو منتقل بکنه. روتکو دوست داشت توی این دوره که میشه اوایل دهه 40 واقعا عمیقاً مشغول مطالعه اسطوره‌های یونانی و نیچه و یونگ بودن و یه جورایی داشتن پایه‌های این مکتب و آجر رو هم میچیدن. اما گفتیم که روتکو از این اسم اکسپرسیونیسم انتزاعی واقعا بیزار بود. اول از همه به خاطر اینکه کلمه اکسپرسیونیسم خب خودش تاریخچه خودشو داره و یه جورایی گمراه کننده بوده. اکسپرسیونیسم که در اصل یه جریان آلمانی تو اوایل قرن 20 بوده، گفتیم که توش هنرمند می اومده احساسای شخصی و درونی خودشو به شکل تحریف شده و یه جورایی پرتلاطم بیان میکرده. روتکو فکر میکرد که این اسم باعث میشه که مردم فکر کنن که کارش صرفاً داره احساسات درونی خودشو نشون میده و خب این دقیقاً برخلاف کاری بود که روتکو میخواست بکنه. روتکو میخواستش که وقتی بیننده جلوی نقاشیش قرار میگیره احساسات درونی خود بیننده رو بهش نشون بده. یعنی میدونی یه جورایی انگار شبیه یه پورتالی باشه که روح خود اون بیننده رو بهش نشون میده و اصلاً
اینجوریه که هیچ ربطی به احساسات خودش نداره صرفا و میگفتش که نقاشیاش یه چیز خیلی فراتر از احساسات شخصی خودشن. از اون طرف با بخش دوم یعنی کلمه انتزاعی هم مشکل داشت. چرا؟ خب چون که همه فکر میکردن کاراش بی محتواه و پشتش هیچ فلسفه و معنی نیست و اینم خب مطمئناً واسش خیلی دردناک بود. رودکو همیشه عصبانی میشد وقتی منتقدا یا صرفاً بیننده ها نقاشیشو به عنوان یه ترکیب بندی زیبا از رنگا میدیدن و خودش هم یه جمله معروف داره که میگه کسایی که فقط رابطه رنگ و فرم رو توی کاراش میبینن نکته اصلی و کامل از دست دادن. رودکو هدفش این بود که مردم وقتی جلوی تابلوش قرار میگیرن واقعا یه چیزی رو حس بکنن و علاوه بر این دوتا مورد علت سومم این بوده که میترسیده هویت فردی هر کدوم از هنرمندا زیر این هویت برند شده یه جورایی گم بشه. رودکو و نیومن و استیل هر ستاشون به شدت از این موضوع ناراحت بودن چون که حس میکردن این برچسب میاد به منتقدا اجازه میده که فقط منتقدام نه کلن اکثر جامعه این سبک و این نقاشی که زیر این سبک داره تولید میشه رو به عنوان یک کالای تجاری واسه خرید و فروش و اینجور چیزا ببینن. برگردیم به تایملاینمون. تو 1921 مارکوس تازه رفته نیویورک و تازه با این اکیپ آشنا شده. توی دهه 1920 و 1930 مارکوس زیر نظر مکس وبر داشت آموزش میدید و تازه داشت راجع به کوبیسم و امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم آلمانی و اینا یاد میگرفت. رودکو سبکای خیلی مختلفی رو امتحان کرد تا آخرش بتونه به این استایل و امضایی که کاراش داشت برسه. اوایل دهه 1930 نقاشیاش کاملا فیگوراتیو بودن و کم کم رفت تمای سورئالیستی هم بررسی کرد و اون کاراش زمین تا آسمون با کارهای نهاییش فرق میکنه. دهه 40 و 50 یه جورای دوران گذار واسه هنر رودکو محسوب میشه. مارکوس میفته دنبال معنا توی هنر و همینطور توی زندگی. اینجا میاد اسمشو به رودکو تغییر میده. توی اواسط دهه 40 که اینجا دیگه جنگ جهانی دومم شروع شده بود، کلا جهانبینی رودکو یکم تغییر میکنه. با آثار الهام گرفته از اسطوره‌های کلاسیک وارد سورئالیسم شد و از اساطیر یونانی برای بحث راجع به تراژدی‌های انسانی استفاده میکرد. رودکو و دوستاش مخصوصا گوتلیب تو این تایم خیلی داشتن نیچه و یونگ و اینا رو میخوندن. بیشترین کتابی هم که روی رودکو تاثیر گذاشت کتاب زایش تراژدی نیچه است. خود رودکو تو نوشته‌اش گفته بود این کتاب یه تاثیر پاک نشدنی رو ذهنش گذاشته و واسه همیشه دیدگاهش به هنر رو تغییر داده. نیچه تو این کتاب میگفت که هنر یونان باستان 2 رو داره. یه روی آپولونی که نظم و فرم و آرامش و این چیزاست و روی دیگهش داینایسیس که نشون دهنده آشوبه، یه جایی که آدم خودشو فراموش میکنه و با اون تراژدی‌های بزرگتر یه جورایی یکی میشه. رودکو هم دقیقاً عاشق همین بخش داینایسیس بود و رودکو دقیقاً خودش گفته که میخواسته داینایسیسی ترین هنرمند بصری بشه. پس رودکو صرفاً نمیخواسته که تابلوهاش یه جلوه خیلی زیبا و آرامش بخشی داشته باشه، بلکه میخواست دقیقاً برعکسش وقتی بیننده جلوش وای میسته کامل اصلا خودش از دست بده و یه جورایی انگار غرق یه چیز خیلی بزرگتر از خودش بشه، یعنی همون تراژدی که نیچه داشت میگفت، تراژدی یونانیا. رودکو خیلی از موزارت هم خوشش میومد چون توی موزارت یه هنرمند همفکر با خودشو میدید. موزارت توی موسیقی برخلاف خیلی از همدوره‌هاش معروف به این بود که ملودیاش ساده و شفاف و بدون تزیینای اضافه است. نه صرفاً واسه این که خودنمایی بکنه خیلی پیچیده نیست. این فکر که برای بیان یه فکر یا یه احساس پیچیده صرفاً نیاز به این که پیچیده کاری بکنی نیست. توی دهه 40 از زندگی رودکو یه درامای خیلی ریزی هم به وجود میاد. توی 2 جون 1943 یه منتقد به اسم ادوارد جوئل توی روزنامه نیویورک تایمز یه نقد واسه یه نمایشگاه مینویسه که توش 2 کار از رودکو و گاتلیب ارائه داشتن میشدن تو اون نمایشگاه. توی نقدش واسه این 2 نقاشی میگه که راجع به این تابلوها سردرگمه و هیچ توضیحی هم نداره که بده. 5 روز بعدش رودکو و گاتلیب با کمک نیومن میان یه نامه تو جوابش مینویسن که یه بخشایی از این نامه تو تاریخ 13 جون 1943 توی نیویورک تایمز منتشر میشه. میدونی تو اون دوران به جای اینکه توی اینستا و
شبکه‌های اجتماعی و اینجور چیزا بخوام با هم دیگه بیف داشته باشن، می اومدن تو روزنامه هم دیگه رو رست میکردن و این نامه یکی از معروفترین و قوی ترین اسناد تاریخ هنر آمریکا توی قرن 20 شده. حالا محتوای نامه: ما تابلوهامون رو توضیح نمیدیم چون که نقاشی باید خودش حرف بزنه و از خودش دفاع کنه. چیزی به اسم نقاشی خوب درباره هیچ وجود نداره. حالا این یعنی چی؟ منظورشون همون نقاشی‌های انتزاعی صرفاً فرم برای فرمه و دارن میگن که این نقاشی‌ها هر چقدر تکنیکش خوب باشه نمیتونه نقاشی خوبی باشه. چرا؟ چون پشتش هیچ موضوع و هیچ پیام و فلسفه و این چیزایی نیست و دارن میگن که اصلا تکنیکتون مهم نیست. اگه چیزی واسه گفتن ندارین. خط بعدی: ما طرفدار بیان ساده تفکرات پیچیده هستیم، به همین دلیل ما خویشاوندی روحی با هنر بدوی و باستانی رو اعلام میکنیم. و دارن تو همین جمله میگن که فقط میخوان چیزایی رو نشون بدن که همیشگی و فراگیره، مثل همون تراژدی، مثل سرنوشت، مثل مرگ، مثل اساطیر یونان باستان، چیزایی که واسه هر انسانی توی هر زمانی میتونه معنی داشته باشه. و اینجوری هم ادامه میدن که حالا که کاراشون این باورا رو توی خودش داره، حتما باید توهینی باشه به هر کسی که ذوقش با تابلوهای تزئینی، تابلوهای بالای شومینه، نقاشی‌های صحنه آمریکایی یا جایزه‌های آکادمیک همخونی داره. آخرش هم یکی زدن به نقاشی‌های رئالیستی و آکادمیکی که قبل خودشون داشتن کار میکردن. توی سالهای 1947 تا 1950 به مرور اون بخشای بزرگ و تخت و رنگی که میبینیم توی نقاشی ها ظاهر شد. همون چیزی که اول گفتیم بهش میگن میدان رنگ. آثار رودکو محدودتر و خیلی هندسی تر شد. رودکو با این کارش میخواستش که خود رنگ به تنهایی بتونه احساسات بیننده رو بیرون بکشه و همه موانع بین ایده، نقاش و بیننده رو برداره. رودکو همچنان هم هیچ توضیحی راجع به هیچ کدوم از نقاشیاش نمیداد. و میدونی اعتقاد داشتش که هر کلمه یا هر کامنتی که خودش روی نقاشی بده اون تجربه خیلی خالص و راه بیننده رو ازش میدزده. واسه همینم خیلیا وقتی میرن نقاشی رودکو رو میبینن این تجربه رو بهش میگن یه تجربه ریچوالی واسهشون بوده. حتی تکنیک رودکو و سایز بوما دقیقاً اندازه قد انسان طراحی شده و متناسب با بدن انسانه. رودکو حتی واسه این که توی نمایشگاه آثارشو به نمایش بذارن اینستراکشن هم میداده و میگفته که نقاشیاش به هیچ وجه نباید پشت شیشه قرار داده بشه، یا اینکه یه سری از نقاشیاش چون که هم از بخشای براق و بخشای مات کنار هم بوده میگفته که نورپردازی بهش باید توی زاویه خاصی باشه. دهه 1950 رودکو دیگه به یه سوپر استار جهانی تبدیل میشه، اما هر چی که موفق تر میشد و پول بیشتری از طریق هنرش به دست می آورد ناراحتیش بیشتر میشد، چون که اعتقاد داشته آثارش دیگه تبدیل شده بود به یک کالای تجاری واسه خرید و فروش بین آدمای ثروتمند. توی سال 1958 یه رستوران خیلی مجلل به اسم فور سیزن که توی یه ساختمون خیلی معروف توی نیویورک به اسم سیگرمن بود ازش میخوان که بیاد واسه دیواراشون حدوداً 30 تا نقاشی بکشه و این رستورانه که هنوز توی مراحل ساخت و اینا بوده قرار بوده بشه یکی از میدونی پاتوق بچه پولدارای نیویورک بشه. مبلغی هم که این رستوران به رودکو پیشنهاد میده اون زمان حدوداً $35,000 بوده که مبلغ خیلی زیادی بوده و توی پروسه این که داشته این نقاشی رو میکشیده یکم میاد چیزای جدید رو امتحان میکنه. مثلا بوماشو که همیشه افقی میذاشته میاد به عمودی تغییر میده، بعدش هم خود بوما رو با یه لایه رنگ پایه شرابی و چسب کت میکنه، بعدش رنگ روغن قرمز و کلا رنگای تیره‌ای که توی همون شید قرمز بودن و رقیق میکنه و یه جورایی با تکنیک آبرنگ این رنگ روغن رو اجرا میکنه روی این بومای خیلی بزرگ و یه جورایی لایه این رنگا رو هم میذاره. پس اگه یه جایی حس کردیم که این نقاشی‌های رودکو که چیزی نیست، یه بچه 5 ساله هم میتونه بکشه، نه بچه 5 ساله نمیتونه این نقاشی‌ها رو بکشه. رودکو موقع نقاشی ساعت‌ها یا روزهای طولانی به نقاشی خیره میشد، تابلوها رو حین کار سر و ته میکرد تا یه جورایی حس تاچ انسان رو یادآوری بکنه. این آثار هم نسبت به آثار قبلیش کلاً یه وایب تاریک‌تری داره. پلنی که رستوران فور سیزن داشت
این بود که این نقاشی‌ها رو بذاره بالای سر مشتری‌ها. توی سال 1959 وقتی که این رستوران فور سیزن تازه افتتاح میشه و نقاشی‌هایی هم که رودکو داشته میکشیده دیگه توی مراحل پایانیش بوده، رودکو و همسرش یه شب واسه شام توی این رستوران یه میز رزرو میکنن و میرن اونجا غذا میخورن. روز بعدش رودکو با عصبانیت اینجوریه که من نمیخوام دیگه این کار رو انجام بدم و پولتونم واسهتون پس میفرستم، چون اینجوری میگفتش که هر کسی اون مدل غذا رو با اون قیمت میخوره هیچ وقت به نقاشی من نگاه نمیکنه و درکش نمیکنه. و این نقاشیایی که داشته واسه رستوران فور سیزن میکشیده و تا الان 9 تاش تموم شده بود، همون 9 تا نقاشیه که اول ویدیو گفتیم تو اون روزی که به زندگی خودش پایان داد واسه گالری تیت لندن فرستاد. توی 1964 خانواده منیل ازش خواستن که یه مجموعه نقاشی‌های دیواری واسه یه کلیسای 8 ضلعی توی هیوستن طراحی کنه. این نقاشی‌ها خیلی تاریکن و توشون از رنگای عنابی تیره و قرمز مایل به بنفش و سیاه خیلی استفاده شده. توی سال 1968 مشخص میشه که رودکو به بیماری آنوریسم آئورت مبتلا شده. این وضعیت بد جسمی که خیلی هم داشت روی وضعیت آلردی بد روانیش هم تاثیر میذاشت، باعث پایان رابطهش با همسرش میل شد. این اواخر هم رودکو خیلی زیر فشار روانی بودش و همش هم احساس گناه میکرد که هنرش داره انقدر پول واسش در میاره. توی زمان مرگش هم رودکو حدوداً 800 تا اثر نفروخته داشته، چون که همش خریداراشو غربال میکرده، هی ازشون سوال جواب میکرده تا بفهمه که این خریداره واقعا پتانسیل فهمیدن اثرشو داره یا نه. فروپاشی زندگی مشترکش و بیماریش و افسردگیش هم که تو طول زندگیش همیشه باهاش بود، باعث شد که توی 25 فوریه 1970 مارک رودکو توی استودیوش به زندگی خودش پایان بده. اما تأثیری که رودکو روی هنر مدرن گذاشت واقعا بی‌رقیبه و تنها خواسته و هدفش هم همیشه این بودش که ما وقتی که با ناشناخته‌ها یا تراژدی‌های جهان روبرو میشیم بتونیم که یه چیزی رو حس کنیم. بعد از مرگش هم گالری تیت آثار رودکو رو دقیقاً همون جوری که خودش میخواست طبق دستورالعملای خودش به نمایش میذاره و این آثار رو توی یه اتاقی میذارن که تا امروز توی سکوت فرو رفته و تبدیل شده به یه جایی که توی سکوت محض با عمیق‌ترین لایه‌های افکار خودت روبرو میشی. این بود یه نگاه خلاصه به خود زندگی رودکو و آثارش. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. امیدوارم که حداقل سرگرم شده باشین. و اینجام یه ایستر اگ بگم قبل از رفتن، خیلی از آرتیست‌های مختلفی از رودکو الهام گرفتن و یکی از جالب تریناش Everything in its Right Place رادیوهده که داره میگه There are two colors in my head. این جمله داره به رودکو رفرنس میده و از خودم در نمیارم، برین ببینین، سرچ کنین. و آره، اسم من دلولوه. تو این چنل هم چیزای مربوط به آرت و تاریخچه و چیزای جالب و گاهی اوقات اسپوکی و با هم دیگه میبینیم. پس اگه دوست داشتین حتما سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، لطفا نظرتون رو بهم بگین. اگه آرتیستی هستش که کاراشو دوست دارین یا صرفا زندگی نامه‌شو دوست دارین یا کلا نمیدونم چیز اتفاق عجیبی بوده توی تاریخ که دوست دارین تاریخچه‌شو بدونین، حتما بهم بگین تو کامنت ها. و آره، سعی کنید که در کل همیشه چیزای خوب کانسوم کنین.